خسته نباشید. میخوام یه مرز بین آلمان و سوئیس و دو تا کشور رو بهتون اینجا نشون بدم که ببینید آدما به چه راحتی از اینجا گذر میکنن. این خط و این مرز بینش کشور سوئیس و آلمان هستش. خیلی خسته شدم از اونجا تا اینجا اومدم. خلاصه که دوستایی که از راههای دور و نزدیک تشریف آوردن همینجا بهتون میگم خسته نباشین دلاورا، خیلی زحمت کشیدین، این همه تلاش کردین اومدین اینجا و این مسیر طولانی رو گذروندین که بتونین بین دو کشور سفر کنید. سوئیس، آلمان. آره این هم شهر کنستانزه که میبینید، همینجوری میبینید. این هم مسافرهایی هستن که از کشورهای مختلف میان اینجا. الکی مثلا اینجا رو نگاه کنم ببینن چه خبره. هیچ خبری نیست، راحت برای خودمون میریم حال میکنیم. خسته نباشین. پیس.